تالاسمی چیه؟ من دکتر دریاکار هستم. ممنونم از اینکه این پست رو لایک میکنید. تالاسمی یک بیماری ژنتیکی خونی هست که باعث ایجاد کمخونی تو بیماران میشه و دو نوع اصلی داره، نوع مینور و نوع ماژور. نوع مینورش علائمی توی فرد ایجاد نمیکنه و لحاظ ظاهری افراد طبیعی هستن، ولی نوع ماژور به خاطر اختلال بسیار شدید توی خونسازی و اختلال در استخوانسازی ظاهر فرد رو تغییر میده. این بیماری توی شمال کشور زیاد دیده میشه. برای تشخیصش یه آزمایش خون ساده CBC کفایت میکنه، ولی برای تشخیص قطعی و تایید تشخیص الکتروفورز هموگلوبین و آزمون‌های ژنتیکی باید انجام بشه تا آزمایشگاه دکتر دریاکار با بهترین کیفیت تشخیص تالاسمی انجام بشه. ما رو دنبال کن، شما حرفه‌ای هستی.